به آرمانجا علیکاریا پنابرن روشاوای کردستان گلک ریخستنن سیویل کار دکن. یک جوان ریخستنا یکیتیا خواندوان و جوان دموکراتی کردستانی روشاوا. دا کوروش خواندوان و جوان پنابر باشتر بکن، اوه یکیتیو به هفکاری فرهنگ خانه دهوکه ریکفتی 22 هیوایک او بدرجی 3 روزان درابن برخستنا ورکشوپکی سیاسی بولاوین کامپا دومیزه. میرو که یکیتیا خواندوان و جوان دموکراتی کردستان لروجاوا مدست ورکشوپ کر و متنسیق گل ماموستا ریناس جانو کر دروج پیش دجی ماموستا سردار دوسکی به دکتر آرمانجا ما اب ورکشوپ ما اجبو وک به عنوان که وک به میجی آزاد ولات آزادی آباد که ما قال که ماسیه طلبه هبون کمپا دومیزه ما تنسیق قال فرهنگ خانه دهو که جیکریا و قال ما مستاجی کریا ملوده ما قال کورسات هنا بوم طلبه خو آماده کن و خواندوانه و بوم سر که ماسیه خواندوانه الکمپا دومیزه بسکنن هجای گوتنیا وانا بیجن اوه ورکشوپیجی برس ریناس جانو آرمانج نیروی و سردار دوسکینه وها آرمان جوانجی اوه بو اف سمیناره زیادتر سمیناره کمبونا وانگنجا پیگوه و بروحکی جماعی بتعاون گلیک بو آرمانجی کی پیروس که اوجی خدمتا خلق پنابره و ایدی افغانجانه دیاره هست به مسئولیتی ذکر اف اسکرنا بمسؤوليته اف شعوري وای نتوی قومی اف شعوري کوی دی پیوسته ام خو آماده بکن بروجین گرام تحمل شرط و ظروف گرام بکن جبویجی پیوستم خود تنظیم بکن خورایک بخین یعنی براسی تشتکی گلکی جوانه خواندوان پنابر رازیبون خو وها آنین زمان کتیا خواندوان جوان دموکراتی کردستان روجاوا کمپا دومیز گل اریکاری به طلبه را کردن و به جوانان را کنیش خواند نخوا محرومین و گل کورس به همو بشاده وکرنه کارمندن قطبخانه خواندوان کردن روشاوا لکمپا دومیز نتنه بار لسرمله وایه لیبل یکیتیا خواندوان و جوانان جی خود بینه خامخوار جروشا خواندوان آره و کارکی باش دکه به آماده کردن سمینارا و گلک کورسن زانیاریه جبو برنامه آرک شوان شرف کامپا دومیز